شروع کنیم. خب سلام، یه بار دیگه در خدمتتون هستم با کانال Easy English with ماتی ستیار یا A Heart to Heart English with ماتی ستیار. کی فکرش رو میکرد فاعل امایزار فعل آینجی دار که حرف از کارهایی میزد که همین الان دارن انجام میشن یه چنین کاربردی رو بخواد داشته باشه؟ دقت کنید، وقتی میخوایم در زمان حال حرف از این موقعیت آزاردهنده بزنیم که اون موقعیت آزاردهنده در مورد شکوه و شکایت داریم، اذیت میکنه ما رو و ما رو آزار میده، زمان حال استمراری رو میاییم با کلماتی مثل always, forever, constantly, all the time و never ترکیب میکنیم و ابراز شکوه و شکایت میکنیم. تصور کنید همکار ما همیشه دیر میاد سر کار، چجوری میایم اینجوری با استفاده از این ابراز شکوه و شکایت بکنیم؟ میگیم my colleague is always coming to work late یا my colleague is forever coming to work late یا my colleague is coming to work late all the time. مثال دوم، she is never coming on time یعنی never coming to work on time. او هیچ وقت سر کار نمیاد. داریم ابراز شکوه و شکایت میکنیم. حالا اینجا رو دقت کنیم، you're یا همون you are، forever، always یا constantly text messaging me late at night. text messaging me یا texting me messages late at night. تو همیشه، تو دائما constantly دیر وقت شب به هم مسیج میدی. این موجب اذیت و آزار میشه و ما میتونیم با استفاده از این کلمات و زمان حال استمراری ابراز شکوه و شکایت بکنیم. فکرشو میکردید بخواد حال استمراری چنین کاربردی داشته باشه؟